ایمل جان سلام سلام سلام. سلام برای شما، برای بیننده، برای دوستا. امروز قابلی ازبکی بخیر جور میکنیم. بخیر. دیگه قابلی ازبکی هست، یک چی میگن، یک گوشت تازه بره دیگه. طبعا گوشت هست و کشمش هست و زردک هست و لوکال. بله لوکال شد. بله. وجه تصمیه از این ما براتون میگم، یعنی فقط از کجا شروع شده. ای اصلا قابلی ازبکی است. خوش. این غذای سمت شمال است. یکم تو میگه کابلی نیست، قابلی است. بله باز هم تو سینه و سینه به حساب رفت طرف های سمت انتقال پیدا کرده، سمت شمال رفت در کابل، از کابل بالاخره بیرون از مرز تا پاکستان، ایرانی، حتی اروپا، مردم اروپا، کسایی که ما و شما اینجا آمدیم زندگی میکنیم. این امیره فرهنگ ماست و حتی خارجی ها که مستفید میشن میمان میکنیم دیگم دعوت های ما. این خیلی میپسندن. بسیار عالی. ما دیگه از امیال نان ما او گرفته این قابلی مزدار رو تعریفی رو بخیر نوش جان کنیم. نه کابلی نیست، قابلی است. قابلی است. مقصد دوستای کابلی ما باز چیز نکنن که شکایت نکنن. باز اگر شکایت داشتن امیدوارم ایمیل و کانتکت نمبر بنویسدم و زیر ویدیو. بله. به خاطر جزئیات بیشتر باز اینا تفصیل میدم. بله شکایت هایتان میتونن که دایرکت کامنت بتین. کامنت بتین. شکایت هایتان کامنت بتین. اگر کدام پیشنهاد انتقاد هر مسئله که باشه بفرمایین و کامنت بتین فقط شما. یک دفعه تو رو کردی اینان از این طرف این تو باز استارت میشه، باز اینی تو بکو فهمیدی؟ این تو خوبشتر است. اینا دیگه به اینا مایچه هست دیگه. آجی من یا دیگه خودتم دیگه چارچ هم نداره. بله. جمال جان مایکت هم نزدی؟ خیر باشه. بدون مایک صدا رو ثبت میکنه. دیگه با معذرت مگر سر میمونا کار میکنیم. دیگه جای خوشی است که ما بیایم کمک کنیم، کار کنیم با هم یک جای. یک سیستم دیگه سوسیالیسم است که همگی اشتراک میکنن. مثل ای که مثلا در یک سفر میریم، یک جای مثلا تفریحی می باشه، باز مثلا یکی مسئولیت رانندگی را میگیره. بله. یکی مسئولیت تداویر و خرید میگیره و یکی را مسئولیت به طور مثال خب کلگی یک مسئولیت میگیره، به خاطری که همی میگه کار مشترک اتحاد و اتفاق با وجود میاره. نه؟ بله. باز خود ایمل جان که است بسیار یک آدم شاداب است و آدم تفریحی است و از هر لحظه زندگی از هر لحظه و زندگی این آدم خوشی و لذت به وجود میاره. رفیق کلتون رفیق هستین، کلتون جگر هستین. زنده باشی. همچنان دیگه ما امروز منتظر بودم که امید جان سرآشپز ما باشه. ما شاگرد هستیم. من فقط این چیزها رو آماده کردم و خدا کنه که چیزی کمی و کاستی نباشه. قسمی که رفیق ادیب یا گفت فقط خودمانی است. خودمانی است. بله. هم رقمش خوبه. روغن انداختیم دیگه، روغن پیاز انداختیم، بعدا گوشت اضافه میکنیم. گوشت که نمک که سرخ شد بعدا آب مندازیم. دوستا سلام و مجدد خدمت کل همه
گازمون متاسفانه هوا سرد بود، یک کمک مشکل پیدا کرد. خواستیم که قابلی را دیگدانی کنیم. دیگدانی و سر آتش دیگه. خیلی حال نوبت گوشت است. بخیر. نوبت گوشت است، بله. گوشت هم داشتیم، فقط آب مندازیم و آب روغنش جور میکنیم، میمونیم تایی که گوشت نرم شود. بخیر. نیم ساعت بعد دیگه پلاو هم آماده میشه. گوشت نرم میشه، نیم ساعت بعد دم میکنیم. چی کنیم دیگه؟ کمتان نارویس هفته و خدافزی کرد رفت، تاریکی شد. مهتابانه یک ذره تاریکی شد. گروپ های موتر روشن کردیم. ادیب جان کباب شامی را سیخ میکنه و ما خودم این بنده اینه نگوین کار نکد، کباب مرغ سیخ زدم. جان ادیب جان سلام دوستا، روغنه و آماده است، گوشت نرم شد. گوشتا را میگیرم، متاسفانه از اینکه دیگه نبود. مرحله دمش است، انشالله بیننده باش. ادیب که جور کرده باشه دیگه حتما مزه داره. نوبت این رسید که زرده که باید ما پرکیم گوشت کشیدم، نه؟ خب من دازم یک کلمه گوشتایی که گرفته بدین دوباره میچینن دیگه. سردک نرم شده. این فقط خدا هم میدن روزی و نصیبی کی باشه. مرتضی حمید جان دیگه هم نامم میمان است. میمان لطفت است. تشکر. اینه که از این لالا جان امیر خیمی جوانم، اگه ضرورت داری که من بگیرم خودش. اگر پیش بگیری خوب میشه لالا. اینه من برای که میگیرم. فقط مرحله دم است. امید جان سر تا آخر دیگه گوشتم دمیجا نرم کن دیگه کنی. یک جمله توتال 2 ساعت در بر میگیره دیگه. 2 ساعت بیشتر از 2 ساعت، 3 ساعت. 3 ساعت. بله. چند بجه شروع کنیم؟ تا 4 بود دیگه. 4 نه وقت‌تر بود از 4. یک از 4 ما اینجا بودیم. کشمش یادم رفت. باید نه کشمش باید دمی باین من دختم با سرش کم چی میومد. زیاد پرتم یا کم؟ من کلش پرت کلش. هم از این اضافه بیش اگان نندازم و نه کار میشن. نه کار نمیشه. خدا همی کفگیر چلا صاف بوده. بله. چلا صاف خدا رو وقت گیر است ایمال جان. این دیگه یک این کار این بچه آدم خراب میکنه. آیت خود نمیخوانی دستر از این. آیت ادیب جان خوندی. یعنی دیگه جایزهش هست لالا. فلنگ چی میگن؟ فلنگش. پریمیش. فلنگش. زیرا. ما این. تشکر.
زیرش خوب زیاد پرته که بویش بکشه. ای روغن کنجد دیگه مندازی؟ دیگه گرفتن نمیتونی. سینه شش اینو شش. این دیگه نمیشه. میگیره نه. بسم الله. رفیقا قابلی ازبکی آماده شد خب. به به بسیار بی‌صبرانه منتظر هستیم که لقمه اول نوشیجان کنیم. باش که موادش بکشن. جایزه‌ش هست اینه؟ آی جایزه‌اش بود. چراغای تا روشن کردید. جایزه. ملنگه. گوشت دیگه. ملنگا اینجا هست. بفرمایید امید جان. بعد از اینکه پلاو پخته کردی زحمت کشیدی دیگه بفرمایید. زحمت شما کشیدین برادر فقط ما یک تشکر ایمان جان عزیز